سلام، حالتون چطوره؟ من هادی هستم و خوش اومدیم به 16مین آموزش از سری آموزش‌های تکنیک‌های فتوشاپ. تو این آموزش ما قصد داریم با هم نحوه طراحی پوستر معرفی محصولات رو آموزش ببینیم. اگر از این سبک آموزش خوشتون میاد خیلی خوشحال میشم که چنلمو سابسکرایب کنید و اون زنگولش رو فعال کنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. خب بریم سراغ آموزشمون. ابتدا از بخش فایل روی نیو میزنیم، وارد این قسمت میشیم و حالتش رو روی پیکسلز قرار میدیم و روی سایز 1080 در 1080 قرارش میدیم. و اگه قرار این پوستر رو فقط در فضای مجازی و مثلا اینستا و کاور حالا پست های اینستا باشه روی حالت RGB کالر قرارش میدیم و اگه قرار این پوستر چاپ بشه باید رو حالت CMYK قرارش بدیم. سپس روی این گزینه میزنیم تا سند جدیدمون ساخته بشه. توی این مرحله از این قسمت ما چون قبلا پالت های رنگی مناسب پوسترمون رو انتخاب کردیم که میتونیم این کار از این دو سایت انجام بدیم و اون پالت های رنگی مناسب رو انتخاب بکنیم و برای طراحی پوسترمون به کار ببریم. خب از اینجایی که من قبلا این کار رو انجام دادم روی قطره چکون کلیک میکنم و این رنگ رو انتخاب میکنم. از قسمت ادجاستمنت ها یک سالید کالر باز میکنم و روی همین رنگ قرارش میدم، روی اوکی میزنم، روی ویندو میزنیم و از این قسمت روی این حالت قرارش میدیم تا بتونیم دسترسی داشته باشیم به پوستری که قبلا طراحیش کردیم. خب در این قسمت از ابزار کاستوم شیپ استفاده میکنیم، روی شیپ دایره شکل قرارش میدیم، فیل رو میتونیم روی رنگ سفید قرار بدیم و استروک رو روی صفر قرار میدیم. سپس توی این قسمت با نگه داشتن دکمه شیفت یک دایره میکشیم، روی اینتر کلیک میکنیم و سپس روی ابزار موو کلیک میکنیم و با نگه داشتن دکمه آلت از این دایرمون یک کپی دیگه میگیریم، کنترل تی رو میزنیم و خب با نگه داشتن دکمه شیفت جابجاش میکنیم و به پایین لایه قبلیمون منتقلش میکنیم. سپس تو این قسمت ما باید عکس این کفش هامون رو وارد بکنیم که از این قسمت میتونیم این کار رو انجام بدیم. روی این حالت قرارش میدیم و با نگه داشتن دکمه آلت مسکش میکنیم. سپس کنترل تی رو میزنیم و جابجاش میکنیم. سپس روی تیک میزنیم و عکس بعدیمون رو هم وارد میکنیم. سپس توی این قسمت روی این لایه هامون که مسک کردیم کلیک میکنیم. با ابزار قطره چکون ما این رنگ رو انتخاب میکنیم و با ابزار لسته تول این قسمت های سفید رو سلکت میکنیم و با زدن آلت و بک اسپیس به اون رنگ تبدیلش میکنیم و همینطور این کار رو برای عکس بعدی هم انجام میدیم. سپس میتونیم دو تا لایه رو انتخاب بکنیم و با کنترل ای به یک لایه تبدیلشون بکنیم تا بتونیم توی این قسمت تغییرات رو روشون اعمال بکنیم که میتونیم توی این قسمت بزرگترش بکنیم این دایره رو و همینطور توی این قسمت ما میتونیم این کار رو انجام. خب توی این قسمت ما ابزار قطره چکون رو انتخاب میکنیم و توی این قسمت این رنگ رو سلکت میکنیم که از قبل انتخابش کردیم. سپس با ابزار پن ما از این قسمت یک حالت ایجاد میکنیم و خب با کنترل اینتر سلکتش میکنیم و کنترل دی رو میزنیم به پایین این لایه ها منتقلش میکنیم. سپس مجددا ابزار قطره چکون رو انتخاب میکنیم، این رنگ رو سلکت میکنیم. سپس با ابزار پن این کار رو انجام میدیم و خب میتونیم به بالای این لایه منتقلش بکنیم. کنترل دی رو میزنیم، مجددا با ابزار پن دوباره این کار رو انجام میدیم. ولی خب در این قسمت رنگش رو به این رنگ تغییر. خب میتونیم روی این لایه همون کلیک بکنیم، با کنترل تی یه خورده جابجاش بکنیم
سپس از قسمت ابزارها ابزار کاستوم شیپ رو انتخاب میکنیم و با نگه داشتن دکمه شیفت یک دایره ایجاد میکنیم. کنترل تی رو میزنیم، جابجاش میکنیم. خب تو این قسمت روی این قسمت کلیک میکنیم و رنگش رو به این رنگ تغییر میدیم. سپس میتونیم مجددا قسمت کاستوم شیپ دو تا دایره خیلی کوچیک ایجاد بکنیم. مجددا دکمه شیفت رو میگیریم تا این قسمت ایجاد بشه و همینطور میتونیم اینجا رنگش رو به این قسمت تغییر بدیم و همینطور دو تا دایره کوچک هم برای این قسمت بکشیم. سپس روی ابزار موو کلیک میکنیم و با نگه داشتن آلت همین دایره رو منتقلش میکنیم. تو این قسمت این شیپ چون رنگش رو تغییر دادیم رنگش عوض شد و خب میتونیم این رو اندکی جابجا بکنیم به این قسمت. سپس از قسمت ابزارها مجددا ابزار کاستوم شیپ رو انتخاب میکنیم و فیل رو از بین میبریم و استروک رو روی رنگ سفید قرارش میدیم. روی حالت 10 پیکسل کفایت میکنه. با نگه داشتن دکمه شیفت مجددا یک دایره میکشیم، کنترل تی رو میزنیم و خب این دایره رو منطبق با این قسمت ایجاد میکنیم. سپس روی تیک میزنیم، تو اینجا به این لایه پایین منتقلش میکنیم و خب در اینجا مسکش میکنیم. با ابزار لسه تول میتونیم این قسمت ها رو انتخاب بکنیم و با آلت و بک اسپیس از بین ببریمش و خب مجددا برای این قسمت هم این کار رو انجام میدیم. خب سپس توی این قسمت ما ابزار تایپ تول رو انتخاب میکنیم. روی این قسمت کلیک میکنیم و عدد 50 رو مینویسیم. دقت کنید که رنگش رو به سفید تغییر میدیم. خب میتونیم روی این فونت قرارش بدیم و خب توی این حالت سپس روی این قسمت تایپ بکنیم که 50%. خب سپس توی این قسمت روی این لایمون کلیک میکنیم، فونتش رو به فونتش شبنم یا هر فونت دلخواهی که خودتون خواستین تغییر میدیم و تایپمون رو انجام میدیم. سپس سایزش رو افزایش میدیم. توی این قسمت روی 22 کفایت میکنه. توی این قسمت میتونیم سایزش رو به همون 10 تغییر بدیم. سپس میتونیم مجددا فونتش رو کوچکتر بکنیم و خب توی این قسمت قرارش بدیم. خب توی این قسمت ما نیاز داریم به این آیکون ها که این آیکون ها رو میتونین از گوگل پیدا بکنید و کافیه سرچ بکنید. خب ما این آیکون ها رو کپی میکنیم و توی این قسمت پیست میکنیم. کنترل تی رو میزنیم، جابجاشون میکنیم. سپس ابزار تایپ تول رو انتخاب میکنیم و زبانش رو انگلیسی میکنیم و حالا سایتی که وجود داره رو تایپ میکنیم. سپس توی این قسمت شماره تماس رو تایپ میکنیم و خب توی این قسمت قرارش میدیم. دقت کنید که توی یک خطوط باشه. سپس از این قسمت اون پنجره رو از بین میبریم و خب میبینید که تونستیم یک پوستر طراحی بکنیم. اگر از این سبک آموزش ها خوشتون میاد خیلی خوشحال میشم که کانال ما سابسکرایب کنید و اون زنگولش رو فعال کنید تا آموزش های بعدی رو از دست ندین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.